بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در اول با سرخط خبرها آشنا گردید. انتخابات مجلس ملی در تاجیکستان. شهروندان تاجیکستان از راه سوریه برگردانیده شدند. ناظران تاجیک در انتخابات ازبکستان. سید مکرم عبدالقادرزاده مردان افغان را محکوم کرد. رسامان ازبکستان ایجادیات خود را با عکس‌های پرزیدنت پیشنهاد کردند. فردا در تاجیکستان انتخابات نمایندگان مجلس ملی برگزار می‌گردد. از نمایندگان این مجلس 25 کس را وکیلان انتخاب می‌کنند و 8 نماینده را رئیس جمهور تعیین می‌کند. در میان داوطلبان نمایندگی در مجلس ملی رئیسان ولایت‌ها، رئیسان شهرها و از جمله شهردار دوشنبه، سروران دانشگاه‌های عالی کشور میباشند. همزمان رئیس جمهوری پیشین نیز مدام العمر وکیل مجلس ملی تاجیکستان میشوند. در این باره شوکت سعیدов سخنگوی پارلمان تاجیکستان به ما چنین اطلاع داد. پگاه در تمام جمهوری انتخابات اوید به انتخاب اعضای مجلس ملی مجلس جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد. از هر یک حوزه ها اعضای شهر دوشنبه 5 نفر، ناحیه تابع ریسپوبلیکا 5 نفر، ولایت اسپوخت 5 نفر، ولایت مختار بدخشان 5 نفر و 8 نفر دیگر را از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین میشوند و یک نفر سابق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حالت خواهش داشتنش میتواند عضو مجلس ملی باشد. هیئت نوی دعوت پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سمت‌های فعالیت خود را معین می‌کند بعد از انتخاب شدن و به فعالیت شروع کردن. از انتخابات نمایندگان مجلس ملی چرا میتوان انتظاری داشت و یا آیا نیاز به مجلس دو بخشی در کشوری واحد بنیاد هست؟ در این باره نماینده حزب سوسیال دموکرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان علیم شیرزمانов میگوید. همه اون نفرانی که پیشکی طرح‌ریزی شده بود از ولایت عادتاً رئیسان ولایت میگذرد و یگان رکتور دانشگاه یا یگان طبیب دیگر یا یگان نفر دیگری که پیشکی مصلحت‌ها شدگی‌اند البته میگذرند، یگان واقع غیر انتظار نخواهد بود. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان در فرودگاه شهر اوش 3 شهروندی تاجیکستان را بازداشت نموده که میخواستند با کودکان خردسالشان سوریه بروند و به تروریست‌های دولت‌های اسلامی بپیوندند. بنا به اطلاع کمیته امنیتی ملی قرقیزستان، این شهروندان جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس دستگیر شدند که میخواستند با پرواز اوش استانبول به ترکیه رفته و از آنجا به سوریه بروند. هنگام بازپرسی شهروندان تاجیکستان اظهار داشتند که آنها را یک نفری که در سوریه قرار دارد طریق شبکه‌های اجتماعی به دولت اسلامی جلب کرده است. مقامات قرقیزستان میگویند بعد بازپرسی شهروندان بازداشت شده را به مقامات تاجیکستان سپاریدند. برخی از شهروندان تاجیکستان به هر واسطه سوی دولت اسلامی راه می‌جویند. برخی از آنها از دوشنبه به روسیه، از قرقیزستان به ترکیه گذشته از آنجا به سوریه می‌روند. تعداد تاجیکانی که همکنون در صف تروریست‌های دولت اسلامی می‌جنگند از 300 تا 500 نفر ارزیابی می‌شود. 5 نماینده تاجیکستان برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان به شهر تاشکند رفتند. در این باره کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان خبر داده است. هیئت ناظران تاجیک در انتخابات که روز 29 مارس برگزار می شود از یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوقی جمعه دولتوف، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان محمدیار رجبوف، معاون سردار ریاست همکاری بین المللی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سهراب عالمزاده، مدیر کافدره حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان عزت‌الله محمودوف و کاتب مطبوعاتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان فردوس تبروف تشکیل یافته است. اکنون اخبار تاجیکستان و منطقه را در بخش خبر در یک سطر تماشا کنید. امروز در بشکک میز گردی عضو شورای ناظران تشبث شفافیت در بخش سوزشواری انرژتیکی نزد وزارت انرژتیکا و صنعت قرقیزستان پروفسور قلی رحیموف و مقامات دخلدار انرژتیکی کشورش استفاده از تجربه تاجیکستان در ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی خرد را پیشنهاد کرده است.
بانک ملی تاجیکستان ذخیره طلایی‌اش را در ماه فوریه 0.6 تن زیاد نموده تا به 9.5 تن رسانیده است. در این باره خزینه بین المللی اسعار در سامانه‌اش خبر داده افزوده است که ذخیره طلای تاجیکستان در ماه ینوری سال روان 8.9 تن را تشکیل داده است. دادگاه ناحیه اکتبر شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان با صدور یک حکم به فعالیت گروه تندروی دولت اسلامی را در قلمرو این کشور منع کرده است. حکم این دادگاه از 16 مارس به اجرا درآمده است. سال 2014 رشد اقتصاد از 7.4% تا به 6.7% پایین رفته. حجم انتقال مبلغ‌های پولی و صادرات الومینی و نخ پخته کاهش یافته است. تاکید می شود در گزارش اقتصادی سالانه بانک آسیایی رشد. افسران 21 پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان یک کورس آموزشی 2 ماهه برای افسران خرد وزارت مدافع تاجیکستان به انجام رسانیده است. در 2 ماه اول سال روان 22,000 تن آرد به مبلغ 9 میلیون دلار به تاجیکستان واردات شده است. نسبت به سال گذشته همین دوره 40% کاهش یافته است. شورای علما و مرکز اسلام شناسی تاجیکستان نامردی مردان افغان را محکوم کرد. خاطر رسا میکنیم که چند روز قبل قتل بیرحمانه از طرف مردان محلی افغانستان نسبت زن جوان شده بود. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علما و مرکز اسلامی تاجیکستان در پی صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت این عمل هرگز از قرآن و برای دفاع از کتاب مقدس مسلمان ها نیست، بلکه برعکس در این مخالفش است. گمراه شدگان زن را با اتهام سوزاندن کتاب قرآن متهم نموده بالاتوکو به قتل رسانیدند و سپس جسد را سوزانیدند. این عمل وحشانیت را سازمان ملل متحد و کل علمای اسلامی محکوم کردند. عین زمان بیش از 25 مردان با اتهام دست داشتن به این وحشانیت دستگیر شدند. گروه رسامان ازبک که عین حال برون از قلمرو کشورشان اقامت دارند لایحه ایجاد و حقوق انسان را راه اندازی می نمایند. غایه این لایحه از روی یکچند رویه صورت می گیرد: هیکل تراشی، صورتنگاری، کاریکاتور و عکسگیری می باشد. نادژده عطایی و مدیر انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی درباره این لایحه با ما صحبت کرد و نمونه از دستاورد این لایحه را به تماشابینان پیشکش نمود. در همینجا برنامه ما به آخر رسید. خدایار و مددگارتان باد.